درود به شما دوستان عزیز. امروز در خدمتتون هستیم با نصب توری پریسه و یه مشخصات کلی درباره توری پریسه بهتون بگم. توری پریسه ساخته شده از توری پارچه پلاستیک که به همون معروفه به توری پلیسه، جنس پلیسه، و فریم دارش فریم آلومینیومه. و یه مزیتی که این توری داره به خاطر اینکه حالت کشویی داره و برای استفاده ازش نیاز نداریم ما فضا در اختیار داشته باشیم باز و بستش کنیم. مناسب ایوون‌ها و جایی که فضای کوچیکی دارن و زیاد نیاز به فضا ندارن به صورت کشویی باز و بسته میشه. و اگه یه روزی هم توریش پاره شد یا خراب شد، تخریب شد، اصلا جای نگرانی نداره چون قابل تعویض و قابل تعمیر هستش و میتونید براتون مثل روز اول درستش کنید. برای سفارشش هم میتونید به شماره‌ای که در پیجمون هست تماس بگیرید و ما خدمت میرسیم برای اندازه‌گیری و نصب. اندازه‌گیری و نصبش هم داریم.